خوش اومدین به پنترلند زیبا رویان. امروز خدمتتون هستیم با ویدیوی کی میتونه ذهن طرف مقابل رو زودتر بخونه. داستان از این قراره که هر کسی یک کلمه داخل ذهنش داره و طرف مقابل باید حدس بزنه اون کلمه رو و هر کی زودتر بتونه حدس بزنه بازی رو برنده است. لایک و ساب و کامنت یادتون نره. لیتس گو. خب کاتگوری اول اشخاصه. شخص. یه شخصیت من انتخاب کردم، شخصیت جناب حضرت عالی. حالا سوال اولو فایر کن. ما سوال اول بپرسم. سوال اول بپرس. بازیگره؟ نه خیره. بازیگر نیست. خب اوکی. سوال اول تو. ایرانیه؟ شخص. نه. باید نگاه میکردی که ایرانی هست یا نیست؟ نه. خب بگو بپرس. سیاست مداره؟ نه تا حدودی. نه نمیشه سیاست مدار گفت. شخصیت ایرانی گفتی نیست نه؟ خب آمریکاییه؟ نه آمریکایی نیست. ای برگرده یا آخر بازی دوباره آمریکایی نه ایره مطمئن آمریکایی. خب بگو. فوتبالیسته؟ نه. اروپاییه؟ آره. شخصیت اروپایی انتخاب کردی؟ اوکی خب. شخصیت از تو اروپاییه؟ نه. تاریخی شخصیتت؟ منظورت تاریخی چیه؟ What do you mean by that? منظور تاریخی چیه شطور؟ منظور تاریخی شخصیت یا حال حاضر یا که مثلا شخصیتی که مثلا مرده یا که مثلا چیز قدیمیه؟ حالا مرده و زندهش نمیدن ولی قدیمیه. قدیمی مرده و زندهش نمیدونی. خب بگو. تو نمیدونی کاراکتر زنده است یا مرده؟ اگرم باشه شاید دیگه الان نزدیک رو به فوت بشه دیگه مثلا. اگرم باشه الان. خب آسیاییه؟ آره. بازیگره؟ نه. ایرانیه؟ نه. خواننده است؟ نه. خب از تو گفتی مال آسیایه. بازیگرم که ازت قبلا پرسیده بودیم گفتی نیسته. یادم نیست بازیگر باستی یا نه. گفتم اولی سالم بازیگر بود. اگه پرسیدی که پرسیدی دیگه، اگه نه پرسیدی که شرق آسیا سمت کره و ژاپن. نه. کجا رو انتخاب کردی؟ فوتبالیسته؟ نه. فوتبالیستم نیست. هندیه؟ نه. تو دیگه کسی رو نمیشناسه اطراف. خب بازیگر شخصیت اروپایی، فوتبالیست نیست، خواننده‌ام نیست، بازیگرم نیست. اروپایی، سیاستمدارم نیست. این چهارتا نیست، مال اروپاست. پس چی کار هست یارو؟ خواننده، بازیگر، سیاستمدار، فعال سیاسی هم نیست. تا جایی که ما خبر داریم فعال سیاسی نبوده طرف اصلا. مال آسیاه. آخه تو شرق گفتم، وسط آسیا رو گفتم، ایران هم که نبوده. طرف چی کاره؟ چه کاره که سوال نشد. سوال نمیشه مثلا دیگه کم کلی تر. آره یا نه؟ سوالی که جوابش آره یا نه باشه. افغانیه؟ نه. دانشمنده؟ آره. دانشمنده؟ دانشمند اروپایی. خب الان نوبت از مایه. تو الان نمیدونم تو نمیدونی که مرده یا زنده است. گفتم اگرم زنده باشه رو به فوته. رو به فوت آخراشه ها. وایسا بنال. احساس میکنم دوباره یه بازی رو خراب کردی علی تو. خب بگو حالا. بگو. زنه؟ نه. مرد انتخاب کردی. گفتی زن گفتم نه. شاید دو جنسه هست. خب دانشمندی که واسه مثلا دهه‌های چند سال پیشا معروف بوده و تو نمیدونی که مرده یا زنده است.
من دارم خیلی دارم خط میزنم اونایی که مردن ها. خب خط نزن، ممکنه مرده هم باشه. آخه مگه اونایی چند که خیلی وقت پیش مردن دارم خط میزنم ما، چون اونا معلومه که مردن. ما دیگه نمیدونیم. میخوای به سوال کنی نگاه کنیم ببینیم مرده یا زنده یا نه تو ببین کی مرده یا زنده است. جواب نه من دیگه بده. تاریخ مردش که نه نمیدونم. مثلا خب زنده است یا مرده؟ آره نه زنده نیست. مرده بعدش افغانستان ایران که نبوده، کره و ژاپن هم که نبوده، هند هم که نبوده، عربه. نه نه ها یه چیز بهت بگم، تو یه سوال اصلی رو نپرسیدی ها، بعدا اینجا گیج نشی به یکی ما. دانشمند گفتی، اروپایی ها و مرده. آره. حوزه تخصصش فیزیک بوده؟ آره فیزیک فیزیک هم بوده و یا شیمی بوده بیشتر. مثل گفتم اصلا. شیمی گفتی؟ خب نمیدونم. شیمی کیه الان؟ خب من نمیشستم. شیمی، حوزه تخصص شیمی، دانشمند، اروپایی، اخیراً هم مرده ها؟ نه اخیرا نمردم. الان که سرچ کردم ده 70 80 مرده بوده میلادی. یارو دهه 70 80 میلادی مرده و تو برام میگی شاید زنده باشه؟ گفتم اگر باشه احتمال خیلی پیر باشه. دهه 70 تو اگه 80 تو یه میلادی سوالی مرده. دیگه هسته، اگه اون سوال بپرسی قشنگ به جواب رسیدی. وقت سوال خیلی بیسیک ما نمیدونم تو چرا اصلا کلا ذهنت سمت از سوال نرفته. خیلی عجیبه. سوال بیسیک خیلی؟ خیلی سوال بیسیکه. خیلی خب بیسیکه. بگو خب آقا نوبت از من دیگه. بگو. تو نمیخوای یک راهنمایی از ما بکنی از کدوم چیز انتخاب کردی؟ یه سوال خیلی بیسیک تو نپرسیدی. تو اگه بپرسی سوال بیسیک پیدا میکنی. خواننده که نبوده، بازیگر که نبوده. یه سوال بعد از پرسیدم تو نپرسیدی. از من دوباره نپرسیدی اون. دانشمنده؟ اول پرسیدم نپرسیدی. نه دانشمند نیست. یه سال دیگه هم بپرس چون من نفر تو رو پیدا کردم. یه سوالی پرسیدم تو نپرسیدی. رقاصم که نمیتونم بشه 100% آره من یه رقاص انتخاب کردم سمت آسیا، رقاص آسیایی. چطور؟ هندی که نبوده، کره و ژاپن هم که نبوده، تو بنگلادش هم که تو نمیشناسی. تو پرسیدی تاریخیه یا که شخصیت حال حاضره؟ نپرسیدی نه؟ چنگیزخان مغول. حالت ماری کوری. چنگیزخان بود؟ ما اول گفتم. خب ماری کوری دیگه یه حد سیم تو یه حد سیم. تو یه تو اول بازی رو شروع کردی خب. آره. خب تو یه حد گفتیم جفتشه. خب تو یه حد خب گفتیم. ماری کوری تو چنگیزخان. بابا چقدر یک کلمه گفتم. چنگیزخان. تاریخ هم سوال تاریخی رو میپرسیدی میفهمیدی راحت دیگه. من نپرسیدم از تاریخی نه؟ نه تاریخی نپرسید، نپرسید تاریخی اصلا نیست. خب آقا شخصیت مساوی شدیم. اوه چقدر چیز بود. الان مکان هر کی ببره مکان. یعنی باید سومی رو بازی کنیم یعنی. بعد سومی رو بازی بکنیم. او شیت. خب مکان مکان. اوکی. تو شروع کنیم دفعه. مکان این دفعه من شروع میکنم باشه. مکان اروپاست؟ Here we go again. نمیدونه که مکانش داخل اروپاست یا آره. نه. اروپاست؟ چرا مکس کردی پس؟ بعدم بهت میگم چرا. اروپا. از تو اروپا؟ او شیت. وایستا. نه اروپا نیست. اسم کوچه موچه انتخاب نکرده باشی ها. مکسی که کردی وقت از مکس رو سوال میکنم داخل ترکیه است؟ خیلی کتاب. ترکیه است؟ ترکیه. خب مکان تاریخی ترکیه کجاست؟ یا خدا ترکیه مکان تاریخی؟ تو مگه مکان تاریخی از ما پرسیدی؟ نه مکان ترکیه مکان گفتی دیگه. خب آها. مکان مثلا مکان راست میگی مکان هر مکان. اروپا چی آمریکا یا؟ نه مکان داخل ترکیه استانبوله؟ نه. بابا خیلی مزخرفه. چرا؟ چون استانبول بود خیلی زود رسیدی. تو اسم شهر گفتی؟ آره. خب مکان. مکان دیگه استانبول اسم خب میدونم مکان ولی مکان منظورم چیز تر بود مثلا یکم اسپسیفیک تر بود. مالا میدونی چی بود؟ نه. من میدونی یه مکسی کردم ما سر اروپا. باید حدس میزدی چون معلومه کشور روسیه بود. روسیه هم جزو اروپا است هم جزو چیزه هم جزو خب ما داشتیم به همین هم فکر جزو آسیا است می‌کردیم. ولی مکان کاخ سن پترزبورگ بود.
کاخ سن پترزبورگ ما از کجا پیدا کنیم بگو. کاخ سن پترزبورگ دیگه مجموعه کاخایی که خانواده سزار زندگی میکرد داخلش. بلد نبودی رو؟ نه نمیدونستی؟ کاخ سن تو اسم شهر نوشتی ما خب. فکر کردیم تو گفتی مکان دیگه اسم شهر. نه مثلا یه مکان مثلا میگیم مجسمه آزادی آمریکا مثلا یه مکان. مثلا یه همچین چیزی. یه بنا یکی بنا. میخوای یه چیز کنیم. ها؟ یه میخوای خب یه من خیلی زود به جواب رسیدم. یه راند مکانم من بردم سریع. یعنی نمیخوای از اول بگیریم؟ چرا از اول بگیریم؟ بردم دیگه. چرا بردی؟ چون استانبول گفتم تو استانبول پیدا کردی. آخه از من خیلی جوابم چیز بود خداییش. جواب چیز بود. کاخ سن پترزبورگ انتخاب خب یا اشیا انتخاب کردی؟ اشیا انتخاب کرد. خب برو. انتخاب کردم. آره. خب پس اول ما اشیا شروع کنم. اول شروع اشیا. داخل خونه هست نه؟ میتونه داخل خونم استفاده کنه ازش ولی معمولا نه. معمولا نه. خب لوازم آشپزخانه است؟ نه. 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 توی روزمره ازش استفاده میکنی زیاد؟ بستگی به شخص داره. یا آره یا نه. شخص کثیف خودت. من؟ نه. زیاد استفاده نمی‌کنی؟ وسایل ورزشیه؟ نه. نه. تو زیاد استفاده نمی‌کنی. نه. ما چی؟ ما از چیز زیاد استفاده می‌کنیم. تو نه. ما استفاده نمی‌کنیم. نه. چرا چی؟ هیچ که استفاده نمی‌کنه. خیلی کاتگوری بزرگیه ولی یا مال من خیلی ساده است. باید بری سری بهش. کاتگوری بزرگه. آره. لوازم آشپزخانه نیست، لوازم ورزشی نیست. لوازم الکترونیکیه؟ نه. نه. اوکی. کاتگوری بزرگه. مثلا خیلی بزرگه. نه کاتگوری که مثل این جسم مثلا این شیئی که دارم بهت میگم این مثلا انواع و اقسام داره فهمیدی؟ یعنی یک چیزیه مثلا خیلی انواع و اقسام مختلف مثلا میگیم لیوان. خب لیوان چندین نوع لیوان وجود داره نه؟ ولی لیوان یک چیز اسپسیفیک نیست که مثلا اسم خودش بگی. ماشین مثلا ماشین؟ نه ماشین. منظور اتومبیل نه. کار دیگه ماشین. کار. خب ورزشی نیست، الکترونیکی نیست، لوازم آشپزخونه هم نیست. لوازم راحتی مبلمان مثلا مبلمانه؟ نه. نه؟ کاتگوری چه تو پیدا من نمی‌کنم؟ گیجش کردی وقتی گفتی خیلی اسپسیفیک بزرگ. نه اسپسیفیک نیست، یعنی یه چیزی که مثلا انواع و اقسام مختلف داره ولی خب مثلا تو خونم گفته میتونه باشه بیرون. میتونه داخل خونم استفاده بشه ازش، میتونه بیشترا داخل خونه نیست اکثر اوقات ولی میتونه خونم استفاده بشه. سطل آشغال مثلا سطل آشغال داخل خونه نیست. عمدتاً خودت دیگه سطل آشغال نده داخل کارتون میندازی. آشغال دیگه. ها خب نه سطل آشغال نیست. سطل آشغال هم نیست. البسه است، لباس نه. الکترونیکی نیست، لباس نیست، مبلمان نیست، لوازم آشپزخانه هم نیست. نه. خب بگو. الکترونیکی نیست، خوب بهش فکر کن. نه نیست دیگه. آشپزخانه استفاده نمیشه. تو گفتی که داخل خونه هم میتونه استفاده شه. خوردنیه؟ نه. خوردنی هم میگم. خب اشیای خوردنی نداریم که. چرا دیگه؟ خوردنی که شیئی نیست. خوردنی و شیئی نیست. شی چیه پس جزو اشیا نیست. اشیا چیزی که استفاده می‌کنی روز نکنه مال تو خوردنیه. نه ولی من خوردنی نیم. خاکی سر. ولی ما فکر می‌کردم همه چیز جزء اشیا میشه. اشیا شی دیگه مثلا. نه دیگه مثلا چشم تو جزو اشیا نمیشه. مثلا تخم چشم تو مثلا اینجا چیز زنده است. جزو اشیا نیست. چیپس نیست اشیا. آقا وایستا. خب آقا وایستا. نوبت از من. کاتگوری بعد که پرسیدی گفتی چیپس گفتم نه. لوازم تحریره؟ آره؟ تحریر. لوازم تحریر. دقیقه وایسا. شما بده کمکی کنه تا بیا کمکی بکن دیگه. کمکی نکردی چیزی نگفتی اصلا.
خب نه دیگه مثلا همین که از یک دسته انتخاب کردیم دسته ساده ای اصلا یک کمک دیگه الان. خب مثل من کاتگوری ها رو امتحان کن، مثلا مبل ما، لوازم خانه، آشپزخونه، نمیدونم آخه تحریر، اینا داشتم فکر می‌کردم ولی تو خب. گفتی تو خونه کمتر است دیگه. خب کاتگوری ها رو بگرد ببین کدوم کاتگوری مثلا داخل کدوم کاتگوریه. وسایل نقلیه یا جز وسایل نقلیه؟ نه وسایل نقلیه نیست. نه لوازم تحریر گفتی، خودکار؟ نه چیزی که تو خونم پیدا میشه ولی بیرون بیشتره. داخل فروشگاه ها پیدا میشه. چه فروشگاهی؟ نه خیلی نه، ولی خب هست ولی نه فروشگاه مثلا ایکا منظورت نه. پیدا نمیشه. ایکا نیست، داخل ایکا نیست. پاکن؟ نه لوازم تحریر؟ مداد؟ دفتر؟ چرا قد سوال زیاد می‌پرسی؟ ما الان 4 تا بلدگیر؟ سوال می‌پرسم. لباس جز خواهیم به کدومش آخه- آخبار نشون میدی؟ آخه تو که میگی البسه که نمیتونه باشه چون تو گفتی داخل خونه که خیلی کمتره بیرون بیشتره. بعد بیرون که ماشین زیاده که گفتی ماشین هم که نیست. هیچ چیزی که انتخاب کردی مطمئنی جز اشیا حساب میشه؟ درخت چیزی نباشه دلیل که گل مول گیاهی. باد، منظور باد هواست. شیئی به اسم باد هوا. خب بگو دیگه. گل چی؟ گل درخت. نه برادر من اصلا چی میگی؟ جاندار زنده است و اشیا نیست. خب جاندار زنده انتخاب کردی؟ جاندار زنده است و گل و درخت، اشیا نیست که. اشیا مرده پس هر چی اسم بیجان. اسم بیجانه خواه. A thing, you نه know. تعریف اشیا کلا مال متفاوت بود خواه والا. تعریف اسکولی. اشیا تعریفش چه میدونم واسه یکیه. هر خب. چیزی که بشه میتونه اشیا باشه. اسکولی. وایستا. دفتر. نه. مداد. چند دفعه میپرسی؟ خب بگو. سریع باش. چیزی که مرده بیرونه. جسد میتونه باشه؟ جسد نه. نه جسد مداد. شوخی کردم. نه شوخی کردم مثلا. نه خوشی نداری جسد شوخی نداری. با تو شوخی ندارم. چی گفتی؟ مداد. مداد دیگه تمام شد دیگه. نه میتونه باشه ولی نزدیکی. مداد نزدیکم یعنی چی میتونی مداد باشه؟ مگه داریم؟ آخه هم میتونه مداد باشه هم میتونه مداد نباشه. مداد هسته ولی مثلا اسپسیفیکه یکم. نه خود دیگه چقدر اسپسیفیک انتخاب کردی مگه تو؟ منظور مداد نوکی؟ نه دیگه تو سوال مداد پرسیدی الان بگو. شیء بیجانی که بیرونه. چقدر تو اسکولی، چقدر تو اسکولی. خداییش احساس میکنم چیز چه خیلی داری بشی. به خدا چه خیلی. خیلی اسکولی. مثلا الان گفتی باد بیجان حساب میشه؟ داده به باد برش که باد مثال زدم برای این آها. شیئی. شیء باد یک پدیده است، اشیا نیست که مثلا. یه چیزی بیجانی که بیرونه. یک ذره راهنمایی بکن مثلا یک ذره. نمی‌کنم راهنمایی چون تو خیلی کاتگوری‌های گسترده‌ای را اصلا نپرسیدی هیچ چی راجبش. مثلا تو گیر کردی سر یک یک چیزای کاتگوری مزخرف. بگو که نیستم بهش نزدیک ولی ما بتونیم ازش کمک بگیریم. بگو سوال بپرس. آها پلاستیکیه؟ میتونه پلاستیکی هم باشه. میتونه باشه. آهنیه پس. آهنی پلاستیکی جفتش میتونه باشه. چوبی. چوبی نه فکر نکنم چوبی پیدا شه. چوبی نیست. نه چوبی نه. آهن و پلاستیک. چه مداد نوکی؟ نه. خب چه نوع مدادی؟ مداد. خب بگو سوال بپرس. آهنی و پلاستیکی. میشه ازش کسی کتک زدن استفاده کرد؟ کتک زدن نه. مثل کتک زدن استفاده نمی‌کنم ازش. سخته. مداد رنگی؟ آره. ببینه خب باشه. مداد دیگه تموم شد دیگه. نه دیگه مداد رنگی ما اسپسیفیک مداد رنگی آره یعنی جواب چی؟ چی؟ دمبل. اصلا کاتگوری اسپورت هیچی نپرسید. اصلا نپرسید که آقا لوازم ورزشی دمبل. لوازم ورزشی هست یا نیست. دمبل. آخه چرا بدم این چیزی رو؟ هزار مدل دمبل داریم. از 20 از من یک چیز قشنگ انتخاب کردم. مداد رنگی، من مداد رنگی رو رسیدم بهش، تو به دمبل نرسیدی؟
آخه تو از من دم بیشتر سوال پرسیدی. نه مرسی که توی ویدیو دیگه با ما همراه بودید. با یه ویدیو دیگه با ما همراه بودید. آپشن ها رو تصویر میاد، دو تا اینجا جای قیافه این میمون، دو تا عکس ویدیو داریم. بچه برید این ویدیوها رو نگاه بکنید. بای بای، خدا تا ویدیوهای بعدی نگهدار. خداحافظ.